11 نوامبر سال 2022 تخمیناً ساعت 18:20 راننده автомашини тамғаи مرسدس بنز سلیمانов شوراجان سال تولدش 1996 ساکن نویه همدانی هنگام حرکت از سمت جماعت دیهات مینت‌آباد به سمت نویه واسه در حدود دهه گل‌آباد از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده نابالغ بیگوف رسول سال تولدش 2006 ساکن نویه واسه را پخش نموده است. در نتیجه نابالغ بیگوف جراحت‌های وزنی جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یکی در نویه فردوسی با عریضه مرد 30 ساله ساکن شهر دوشنبه مراجعت نموده است که ماه نوامبر سال 2022 مرد 38 ساله ساکن پایتخت با روی فریب به باوریش درآمده از او 361,000 سومانی گرفته وعده داده است که از بنای نو ساختمان واقع در شهر دوشنبه در مساحت 71 متر مربع خانه استقامتی گرفته می‌آید، اما نام برده وعده‌اش را اجرا نکرده مبلغ به دست آورده‌اش را به منفعت شخصیش صرف نموده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 34 ساله ساکن نویه رودکی که پیش با ماده 244 کد جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است با گمان غیر قانونی هی کرده بردن واسطه نقلیات دستگیر شد. نام برده 12 نوامبر سال 2022 تخمیناً ساعت 00:24 با راه پنهانی автомашини тамғаи تویوتا کارولا رو که به مرد 62 ساله ساکن شهر دوشنبه تعلق دارد غیر قانونی هی کرده در کوچه شمسی پایتخت از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به جویبار آبگذر چپ کرده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد.